تو این چند روزی که با همدیگه بودیم و در رابطه با سوگ با همدیگه صحبت کردیم، چیزی که قابل توجه است، اصلا من نمیخوام که از نظر پنهان بمونه، اینه که ما سوگواری نمی کنیم برای عزیزانی که از دستمون رفتن و نیستن دیگه. اتفاقا من میخوام یک فضایی فراهم بشه که ما بتونیم لحظاتی به خودمون برگردیم و این فضای سوگواری و غم از دست دادن رو اون زمانهایی که یک ایده، یک آرزو یا یک تمایلی داشتیم، مثال واضحش اینه که خیلی شاد آرزو میکردیم بچه ما چنین آیتم هایی داشت، پدر، مادر، خانواده من همچین ویژگی هایی داشتن و اتفاقا همچین ویژگی ها و آیتم هایی وجود نداره. یعنی بعد از یک مدتی در مسیر زندگی ما با واقعیت هایی روبرو میشیم که خیلی جانکاه و سختن و لازم داریم که به خودمون این فرصت رو بدیم غم از دست دادن اون ایده، اون آرزو، اون تمایل یا حتی اون فانتزی که همین من با اون بزرگ شدم رو تجربه بکنم و بعد ایدئال ها و آرمان هایی رو بسازم که نزدیک به واقعیت باشه.